امروز میخوایم راجع به خودشیفته صحبت کنیم. خودشیفتگی چیست و به چه کسی میگیم خودشیفته؟ همونجوری که میدونید خودشیفتگی یک نوع اختلاله که باید بررسی بشه. کسی که خودشیفته است یعنی خودش رو خیلی دوست داره و خودشیفتگی یعنی که از اعتماد به نفس بالایی برخورداره. اینجور آدم ها با کسانی دوست میشن که اعتماد به نفس پایینی داشته باشد. افراد خودشیفته تحمل ناکام شدن رو نداره، یعنی اگر شما اونها رو نقد کنید و در یک مسئله ناکام بشه بسیار واکنش نشون میده. افراد خودشیفته همیشه تا زمانی که به اون هدفی که دارن برسن احساس خوبی دارن. وقتی که به اون هدف میرسن انگیزشون رو از دست میدن و یعنی اگه شما توی اون لحظه کوچکترین ایرادی، کوچکترین نقد شدگی بهشون بگیرید با شما برخورد میکنن و شما رو له میکنن. مشخصات افراد خودشیفته یکیش اینه که معلومات فروشن، بدون اینکه دستاورد خاصی داشته باشن احساس خاص بودن میکنن، احساس اینکه شما من یه آدم خاصی هستم و باید به حرفم گوش بکنید. اینجور آدم ها اکثرا مشاوره نمیان، چون که خودشون رو خب خیلی از همه برتر میکنن دیگه، احساس میکنن همه چی بلدن و لازم نیست که به مشاوره برن. مدارا کردن با این افراد بسیار سخته، یعنی اگر شما فکر کنید که میتونید باشون مدارا بکنید خیلی اشتباهه. اینجور افرادی نیستن که بتونیم بهشون بگیم کیسی هستن که میتونیم باشون ازدواج کنیم یا پارتنر خوبی باشن، چون همینجور که گفتم شما رو باعث له شدن احساسات شما میشن. همه اینایی که گفتیم مشخصات افراد خودشیفته است. خب اما خودشیفتگی خودش یک طیف داره، از 0 داره تا 100. همه آدم ها اون مقدار کمی از خودشیفتگی رو در وجودشون دارن، ولی اگر از اون مقدار بیشتر بشه میشه یک نوع بیماری که باید حتما درمان بشه و اگه درمان نشه خب پیامدهای بدی رو برای طرف مقابلی که داره باهاش زندگی میکنه به همراه داره. از یه جایی به بعد خودشیفتگی میشه آزاردهنده، شما رو آزار میکنه تا جایی که بتونه تحقیرتون میکنه. فکر نکنید میتونید که اونو درمان کنید. وقتی یک آدم خودشیفته به یک نقطه‌ای میرسه که میفهمه باید از پوسته خودش خارج بشه، یعنی میتونه اون درمانش رو شروع کنه. نمیگم که از خودشیفته‌ها بترسید، اما شما نمیتونید اون رو درمان کنید، باید حتما پیش مشاور بره و درمانش هم طولانی مدته. اینجوری نیستش که فکر کنیم مثلا 1 ماه میتونیم خودشیفته‌ها رو درمان بکنیم. یک چیز دیگه ای که هستش، خودشیفته‌ها تا زمانی که به اون شور عشق رسیدن و شور عشق برشون وجود داره آدم‌های نورمال تری هستن، ولی وقتی از اون شور عشق خارج میشن و دیگه اون چیزی رو که میخوان به دست آوردن و شور عشقی رو تو وجودشون احساس نمی‌کنن دوباره برمیگردن و نقطه سر خط میشن و باید حتما به اینجور افراد درمانی صورت بگیره تا بتونن یک زندگی نرمال تری رو دنبال کنن. من میخوام بدونم که شما دوستان عزیزم آیا تا حالا افراد خودشیفته‌ای رو در کنارتون داشتین یا اصلا دیدین؟ اگر که دیدین زیر این پست بنویسین تا ما هم از اون خودشیفتگی که شما دارید بهره مند بشیم یا حالا داشتید که باهاش برخورد داشتید بهره مند بشید. خیلی ممنونم. روزگار بر شما خوش.